أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 83 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 84 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع و ثمانون، یعنی درس 84. الدرس الرابع و ثمانون، درس 84. درس 84 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند، این کلمه ها باید از یاد کرده شوند. صاحب کتاب اولین کلمه ای را که آورده است میگوید تزوج. تزوج یعنی ازدواج کرد یا زن گرفت. تزوج ازدواج کرد و یک مرد. این تزوج از 22 باب صرفی که خواندیم از باب 13 هست. پس تزوج یتزوج تزوجا هست. تزوج یعنی ازدواج کرد، زن گرفت. یتزوج ازدواج میکند، زن میگیرد. تزوجا ازدواج کردن، زن گرفتن. و هم وزن باب تکلم یتکلم تکلما هست. بعد از این میگوید تزوجت. تزوجت این برای مؤنث است، یعنی شوهر کرد، یا یک زن، یک خانم زن ازدواج کرد. ازدواج هم برای مرد هم برای زن استفاده برده می شود. پس میشه بگیم تزوج ازدواج کرد و یک مرد، تزوجت ازدواج کرد و یک زن، یا تزوجت زن گرفت و یک مرد، تزوجت شوهر کرد و یک زن. بعد از این میگوید انجب. انجب در اصل به معنای حامله دار شدن هست. انجب یعنی حامله دار شد، اما در اینجا انجب به معنای تولد کردن می آید، یا در بعض جاها انجب به معنای تولد کردن می آید. انجب تولد کرد. پس انجب از 22 باب صرفیه که خواندیم از باب 7 هست. انجب ینجب انجابا، و مثل اکرم یکرم اکراما از باب 7 است، از باب ثلاثی مزید. پس انجب یعنی تولد کرد یا حامله دار شد. ینجب تولد میکند، حامله دار میشود. انجابا تولد کردن یا حامله دار شدن. بعد از این میگوید ممرون. ممرون یعنی گذرگاه. ممرون به معنای گذرگاه هست. این اسمی مکان هست. از مر یمرو گرفتگی است. از مر یمرو. مر گذشت، یمرو میگذرد. وقتی میگیم گذرگاه یا جای گذشتن، مکان گذشتن، پس اسم زمان و مکانش بر وزن مفعلون می آید. پس میگیم ممرون. ممرون یعنی جای گذشتن، مکان گذشتن، یا میتونیم بگیم گذرگاه. این ممرون اسم زمان و مکان از فعل مر یمرو هست. بعد از این میگوید ممراتون. جمع ممرون میشود ممراتون، یعنی گذرگاه ها، جای های گذر یا مکان های گذشتن. بعد از این میگوید لعل. لعل به دو معنی می آید. میگن به معنای ترجی است یا به معنای توقع.
ترجی یعنی امیدواری، توقع یعنی ترسیدن. به دو معنی میآید، امیدواری یا ترسیدن. اگر در جای خیر باشد، مثلا یک انسان رو میگوی که لعلک بخیرین، پس ترجمهش این به معنای ترجی است، یعنی امیدوار هستم که تو خوب هستی. لعلک بخیرین یعنی امیدوار هستم که تو خوب است. اینجا به معنای ترجی ترجمهش کردیم. اگر که در مکان توقع باشد، مثلا میگوی که لعل العدو قادمون، یعنی میترسم که دشمن آمده ایستاده است. در اینجا جای توقع است، یعنی در کار شر، کار خیر در به معنای امیدواری ترجمهش میکنیم به معنای ترجی. در کار خیر باشد به معنای توقع، به معنای ترس ترجمهش میکنیم. پس این لعل از اخوات اینه هست. ما و شما در نحو خوانده بودیم که اینه 6 تا اخوات هستن همگی، اینه و انه و کانه و لکنه و لیته و لعله. پس این لعله از اخوات اینه است که در اول مبتدا و خبر می درآید. مبتدا را منصوب میکند، اسم برای خودش میگیرد، خبر مرفوع میکند، خبر برای خودش میگیرد که این از نواسخ مبتدا و خبر است و حرف است مبنی علی فتح است، لا محل است در اعراب. بعد از این میگوید ای معناهای گوناگون دارد. ای به معناهای گوناگون میآید. مثلا ای یا ایو اسم شرط داریم، اسم استفهام داریم، ایوی موصوله داریم، ای حرف ندا داریم، ای حرف تفسیر داریم. یعنی ای به معناهای گوناگون میآید. اما در این کتاب صاحب کتاب این ای را ای حرف تفسیریه میگیرد، زیرا که با این ای بعض کلمه ها را تفسیر میکند، بیان میکند. پس اگر بعد از ای ما قبلش یگان کلمه را بیان بکند یا یگان جمله را بیان بکند، مقصد را بیان بکند، در این صورت میگیم ای تفسیریه است، حرف تفسیر است، مبنی علی السکون لا محل هست. با داریم ای موصوله و حرف ندا هم داریم به مثل یا. ای به مثل یا حرف ندا می شود برای فریاد است، یعنی ای به معنای ای، به معنای یا، به معنای فریاد می آید. و همچنین ایو باشد اگر شده داشته باشد، در این صورت اسم شرط یا اسم استفهام می آید. اسم شرط یا اسم استفهام یا همچنین موصوله هم، اسم موصوله هم می آید. پس ای معناهای گوناگون قطعی می آید. بعد از این میگوید قبیله یعنی قبول کرد. قبیله به معنای قبول کرد. فعل مضارعش یقبلو، قبول میکند. یقبلو یعنی قبول میکند. بعد از این میگوید قبولون، مصدرش قبولون. قبولون قبول کردن، پذیرفتن. قبولون قبول کردن یا پذیرفتن. پس قبیله یقبلو از 22 باب صرفیه که خواندیم از باب 4 هست، از باب ثلاثی مجرد از باب 4 است، از باب علم یعلمو است. قبیله به مثل علم، یقبلو به مثل یعلمو. پس قبیله قبول کرد، پذیرفت. یقبلو قبول میکند یا میپذیراید. قبولون قبول کردن، پذیرفتن. بعد از این میگوید رأسون. رأسون یعنی سر. رأس سر رو میگویند. جمعش میشود رؤوسون یعنی سرها. رؤوسون یعنی سرها، جمع رأسون. بعد از این میگوید اصطدم بی. اصطدم بی یعنی برخورد. اصطدمه به معنای برخوردن، یا تاجیکتری بگیم، به زبان ساده تاجیکی بگیم اگر پیش پایی خورد یا افتید. اصطدمه به معنای پیش پایی خوردن، به معنای برخوردن. پس اصطدمه از 22 باب صرفی از باب 11 است، از باب ثلاثی مزید است. اصطدمه. پس اصطدمه از باب اجتماع یجتمع اجتماعون هست، از باب 11. اما سوال اینجاست که اجتماع اصلا اون ت است، اینجا در اصطدمه اینجا در حرف تا است.
دقت دادید؟ اون اصل در باب این طور است، اصطدمه. دقت دادید؟ اصطدمه، اصطدمه، این طور است اصل، زیرا که از باب اجتماع است، این ت است. اما این ت چرا پا شد که میگیم اصطدمه؟ چرا؟ زیرا که ما قاعده داریم باب افتعال، باب 11 که میگوییم، این باب نازکی‌های زیاد دارد. این باب نگاه میکنیم اگر فای کلمه اگر از حرفای اطباق باشد، چطور در علم صرف میگن حرفای اطباق؟ حرفای اطباق یعنی حرفی تا، حرفی ما شما اتقه میگیم، حرفی تا اتقه، حرفی ضا، صاد، ضاد، این 4 حرف است. اینا رو حرف در علم تجوید حرفای اطباقش میگوین. اما ما میتونیم این 4 حرف نامش ازیاد کنیم، یعنی که صاد و ضاد، تا و ضا، این 4 حرف باشد. اگر کلمه را بریم که فای کلمه از همین 4 حرف است، پس ما تای افتعال را، این تایی که از افتعال هست، اصطدمه، این تا را قلب میکنیم به حرف تا، به حرف اتقه، این طور میشه اصطدمه. دقت دادید؟ اصطدمه. چرا این تا را تا کردیم؟ زیرا اینکه فای کلمه حرف صاد است. دیدید؟ فای کلمه حرف صاد است. پس در یادتون بگیرید هر جایی که فای کلمه حرف صاد و ضاد و تا و ضا باشد، باب افتعال بریم، تای افتعال قلب تا می شود. خب این اعلال صرفی و این مسئله باب افتعال. اصطدمه پس گفتیم از باب اجتماع هست. پس کسی بگوید اصطدمه وزنش چی است؟ ما بگیم افتعاله طاقتی بگیم یا افتعاله تقتی بگیم. وزنش اگر ترازوی صرفیش بیان کنیم با ت بیان میکنیم، میگیم از باب افتعاله، اصطدمه بر وزن افتعاله. همچنین گفته نماند که اصطدمه دیگه تمام تصرفاتش با حرف تا می شود، دیگه اون ت اولینه بر نمی گردد. یعنی فعل ماضی 14 صیغه‌اش معلوم و مجهول، فعل مضارع 14 صیغه‌اش معلوم و مجهول، اسم فاعل، اسم مفعول، فعل جهت، فعل نفی، فعل اسم زمان، اسم مکان، هر چیزی که دیگر ما از این اصطدمه میگیریم دیگه حرف تا می استاد. اون ت اصلی که بود با افتعال تش، اون ت دیگه از بین رفتگی است. این نازکرم فراموش نکنید، این تا دیگر همیشه در اینجا باقی میموند. اما فقط همین قدر میفهمید که این اصل کلمه، این تا را اصلش ت است، به سبب این صاد قلب تا شدگی است. پس اصطدمه برخورد، یصطدمو برمیخورد، اصطدامن یا اصطدامتن به معنای برخوردن، به معنای پیش پای خوردن، برخوردن. بعد از این میگوید لا یسعنی الا، لا یسعنی یعنی لا یمکنونی، یعنی نمیتوانم مگر این که، لا یسعنی نمیتوانم مگر این که، یعنی سخن دوام دارد. لا یسعنی الا نمیتوانم مگر این که. بعد از این میگوید رجلون، رجلون یعنی پای، پای انسان، رجل پاها را میگوین، پا. جمعش میشود ارجلون، پایها، ارجلون پایها. رجل یعنی پای انسان و پای حیوان، هر پایی که است، چطوری که ما شما بتوجه که پا میگویم برای پای اسب، پای خر و پای حیوانات که است همش، پس رجل همینطور برای همش استفاده برده میشود. رجلون پای، ارجلون پایها. بعد از این میگوید ساکنون، ساکنون یعنی ساکن، بتوجه که ما شما بگیم ساکنی فلان دهه، ساکن شهر، ساکنای شهر. پس ساکن یعنی ساکن، یعنی کسی که در یک جا زندگی میکنن. ساکنون ساکن. جمعش میشود سکانون، یعنی ساکنها، ساکنان فلان محله، مثلا سکان المدینتی یعنی ساکنان شهر. سکان به معنای ساکنها یعنی زندگی میکردگی یگان محله. بعد از این میگوید سکان الاریافی، سکان الاریافی یعنی ساکنان دهه ها. اریاف جمع ریفون، ریفون دهه.
سکان الاریافی یعنی ساکنهای دهه ها، ساکنهای قشلاق ها. بعد از این میگوید من المعلوم ان، معلوم است این که، من المعلوم ان یعنی که معلوم است ان این که، پس سخن دوام دارد، به این قدر سخن پره نیست. من المعلوم ان، معلوم است کی، ترجمهش هم کنیم میشود من المعلوم ان معلوم است کی. بعد از این میگوید بواسطتین، بواسطتین یعنی بواسطه، بواسطتی یعنی سخن دوام دارد، یعنی بواسطه. ما شما میگیم بواسطه فلان انسان فلان کار بود کردیم، پس بواسطه، همین بواسطه هم بواسطه تاجیکی ما و شما. بعد از این میگوید انقذ، انقذ یعنی نجات داد، انقذ به معنی نجات داد، یا میشه بگیم رها کرد یا رهانید. انقذ رها کرد یا رهانید یا نجات داد. پس انقذ این فعل ماضی است. از 22 باب صرفی این از باب هفتم هست. انقذ ینقذ انقاذا، و مثل اکرم یکرم اکراما. انقذ نجات داد، ینقذ نجات میدهد، انقاذا یعنی نجات دادن مصدرش. بعد از این میگوید رد، رد علی، رد علی، رد علی یعنی جواب داد به یا جواب داد. رد به معنی جواب داد. فعل مضارعش می شود یردو، یردو یعنی جواب می دهد، یردو یعنی جواب می دهد. مصدرش می شود ردون، ردون یعنی جواب دادن، ردون یعنی جواب دادن. رد یردو از 22 باب صرفی از باب یکم هست، از باب نصر ینصر است، اما این مضاعف است. اما این رد یردو این مضاعف است، به مثل مر یمر است. رد به مثل مر، یردو به مثل یمر. مضاعف از باب نصر ینصر است، از یکم باب 22 باب صرفی. بعد از این میگوید حز، حز یعنی جنبانید، حز به معنای جنبانیدن یا به معنای تکان دادن. حز تکان داد، جنبانید. فعل مضارعش می شود یهزو، یهزو یعنی می جنباند، تکان می دهد. مصدرش حزون یعنی جنبانیدن، تکان دادن. پس حز یهزو این از 22 باب صرفی همچنین از باب نصر ینصر است و مضاعف است، به مثل مر یمر هست. حز به مثل مر، یهز به مثل یمر، از به مثل مر یمر از باب نصر ینصر است، از باب یکم 22 باب صرفی هست. بعد از این میگوید حز رأسه، حز رأسه یعنی جنبانید سرش را، جنبانید سرش را. حز رأسه یعنی جنبانید سرش را یا تکان داد سرش را. رأس گفتیم سر، حز رأسه یعنی جنبانید سرش را. بعد از این میگوید قائلا، قائلا یعنی در حال بودنش گوینده. این قائلا اسم فاعل از قال یقولو است. قال گفت، یقولو میگوید، قائلون گوینده، یک کسی که میگوید، یک کسی گپ زننده. قائلا یعنی گوینده، در حال بودنش گوینده. بعد از این میگوید وحیدون، وحیدون یعنی یگانه یا یکتا، یا میشود بگیم به معنای تنها. وحیدون یعنی تنها، وحید تنها یا یکتا یا یگانه. بعد از این میگوید سائرو، سائرو یعنی باقی مانده، سائرو باقی مانده، سائر به معنای باقی مانده. بعد از این میگه جاء بی، جاء بی یعنی آورده است. این به برای تعدیه است، این را ترجمه نمیکنیم. جاء بی یعنی آورده است. جاء اصلا به معنای آمد است، اما این به تعدیه بعد جا آمد به معنای آوردن میشود. جاء بی یعنی آورده است. بعد از این میگوید راضیه، راضیه یعنی راضی شد، راضیه راضی شد. فعل مضارعش یرضع، رضی یرضا،
یرضا راضی می شود. مصدرش رضان یعنی راضی شدن. رضان یعنی راضی شدن. پس رضی یرضا، رضی یرضا از 22 باب صرفی از باب علم یعلمو هست، از باب 4 هست، از باب علم یعلمو. رضی به مثل علم، یرضا به مثل یعلمو. اما این ناقص است، این ناقص است، به مثل خشیه یخشا هست. بعد از این میگوید جعل یضحکو. این کلمه جعل را دیگه ما و شما میشناسیم، زیرا اینکه درس‌های گذشته بیان کردیم که بعض طایفه کلمه های هست که آنها را اخواتی کاده میگویند. اخواتی کاده گفته بودیم که به 3 قسم تقسیم می شود. افعال مقاربه 3 فعل بود، اوشکه و کربه و کاده، اینها را افعال مقاربه می گفتن. و باز ما افعال رجا داشتیم. افعال رجا هم 3 فعل بود خلاص، عصا، حرا، اخلاولقه، اینا را افعال رجاش می گفتیم. و 3م قسمی اخوات کاده را افعال شروعش می گفتیم. افعال شروع فعل های زیاد بود، به مثل انشأ و بدأ و اخذ و از جمله جعل بود و همچنین طفق و حب و اینو بسیار بدن. از جمله اینمی کلمه جعل از افعال شروع اخوات کاده است. پس این جعل را به معنای شروع کردن ترجمه میکنیم. پس میگیم جعل یضحکو یعنی شروع کرد خندیدن را، یا شروع کرد که میخندد، شروع کرد که بیخندد، میشه به زمان حال ترجمهش کنیم. جعل یضحکو یعنی شروع کرد بخندد. دقت دادید؟ جعل به معنای شروع کردن. پس جعل از اخوات کاده، این اخوات کاده به مثل کانه هست، اما اون کانه در اول مبتدا و خبر می دراید، این اخوات کاده در اول مبتدا و خبر نمی دراید. از این حساب فرقیت چون در امی است که ما همراهی کانه این اخوات کاده را نمی خونیم. پس جعل را اسمش ضمیر مستتر هو است، خبر جعل جمله فعلی یضحکو در محل نصب خبر جعل هست، و مثل کانه اسم و خبر میگیرد اخوات کاده همچنین. بعد از این میگوید ید العونی. ید العون یعنی دست کمک. ید العون یعنی دست کمک. بعد از این میگوید مد ید العونی یعنی دراز کرد دست کمک را. دراز کرد دست کمک را. مد یمدو گفتیم به معنای دراز کردن. مد دراز کرد، یمدو دراز میکند. از 22 باب صرفی از باب نصر ینصرو است، و مثل مر یمرو است. مد به مثل مر، یمدو به مثل یمرو به معنای مدون یعنی دراز کردن. مد ید العونی یعنی دراز کرد دست کمک را. بعد از این میگوید وقع علی الارض. وقع به معنای افتید، غلطید. وقع علی الارض یعنی افتید بالای زمین یا بر زمین، افتید بر زمین یا غلطید در زمین. این طور ترجمه می شود. وقع فعل مضارعش می شود یقعو. وقع یقعو. این از 22 باب صرفی از باب منع یمنعو هست. از باب منع یمنعو هست. و قاعدش هم گرفته بودیم که وقتی که در فعل مضارع میگیم وقع یوقعو، وقتی که واو ساکنه بین یای متحرک حرف مضارعتی فتحه دار، یای فتحه دار و بعدش کسره تقدیری میگیم در اینجا، زیرا که یوقعو قاف فتحه دارد، اما در اصل کسره داشت، یوقعو بود، یوقعو. پس واو ساکنه بین یای مفتوحه و کسره تقدیری واقع شد، در فعل مضارع یا را حذف میکنیم. از این حساب میگیم که وقع یقعو، واو حذف شده که اصل یوقعو بود، واوش حذف شد. وقع یوقعو. پس این از باب سیوم است، از باب منع یمنعو. بعد از این میگوید
الله تعالی. الله تعالی یعنی الله سبحانه و تعالی، همون خالق یکتایی که ما و شما اون را می پرستیم. الله تعالی یعنی الله سبحانه و تعالی. بعد از این میگوید اقامه. اقامه یعنی خیزانید. اقامه یعنی خیزانید. این اقامه در اصل اعلال صرفی شدگی است، یعنی اصلش اقومه بود. این الفی که میبینید این در اصل واو بود. این در اصل واو بود. پس اقومه بود. اقومه میره به معنای خیزانید. ببینید قامه اصل ثلاثی مجردش قامه بود. قامه یقومو. قامه در اصل قومه، یقومو در اصل یقومو بود. قامه خیست، یقومو میخیزد یا یقومو میخیزد. اما وقتی که ما قامه که قومه بود باب هفتم بردیمش، باب اکرمه بردیمش، پس میگیم اقومه. واو حرف علت حرکت براش ثقیل است، برای ما قبلش میتیم حرکت واو رو، پس میشود اقومه. پس واوی در محل حرکت ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم، پس میشود اقامه. این اعلال کلمه اقامه است. پس اقامه در اصل اقومه است به مثل اکرمه. فعل مضارعش یقیمو در اصل یقویمو است به مثل یکرمو، اما به سبب اعلال صرفی میگیم یقیمو. پس مصدرش میشود اقامتن. مصدرش میشود اقامتن. پس اقامه خیزانید متعدی شد. اکنون قام یقوم و قام خیز یقوم خیزد فعل لازم بود. وقتی باب هفتم که بردیم متعدی شد. ما خوانده بودیم که فعل لازمه باب هفتم، باب هشتم، باب نهم، باب پانزدهم ببریم اگر متعدی می شود. پس اقامه متعدی شد یعنی خیزانید. این خودش یک کسی دیگر خیزانید. اقامه خیزانید. بعد از این میگوید اقام القاعده یعنی خیزانید نشستگی را. القاعد آدمی که نشستگی است، اسم فاعل هست. از قعده یقعدو گرفته، از قعده نشست، یقعدو می نشیند، اسم فاعلش بر وزن فاعلون میاد قاعدون. پس القاعد یعنی نشستگی، انسانی که ششتگی است. اقام القاعده یعنی خیزانید نشستگی را، ششتگی آدم را. پس این هست کلمه های نوی درس 84. با همین کلمه های نوی درس 84 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 84. صاحب کتاب میگوید تزوجت بنتی فی العشرین من عمرها ای منذ 10 سنوات و منذ ذلك انجبت ای ولدت 6 من الاولاد. میگوید که تزوجت یعنی که ازدواج کرد یا شوهر کرد، بنتی دخترم، فی العشرین من عمرها در 20 سالگی از عمرش، فی 20 من عمرها یعنی در 20 سالگی از عمرش. ای یعنی ترجمه میکنند، ای گفتیم حرف تفسیر اکی ترجمه کرده است. ای منذ 10 سنوات یعنی میگوید منذ 10 سنوات یعنی 10 سال پیش. منذ به معنای من 10 سنوات یعنی 10 سال پیش، از 10 سال پیش. منذ 10 سنوات یعنی زمان 10 سال گذشته، از زمان گذشتن 10 سال. و منذ ذالک و از همان زمان، و منذ ذالک یعنی از همان زمان. پس منذ را به معنی مینم ترجمه کنیم می شود من ذالک، اما منذ این حرف جر به معنای ظرف است. حرف جر به معنای ظرف، برای خاطر زمان ترجمهش میکنیم. از زمانی، زمان رو از کلمه خود منذ میگیریم. و منذ ذالک یعنی از همان زمان انجبت یعنی حامله دار شده است. انجبت که به معنای حامله دار میشه، به معنای تولد کرده است. خودش میگه ای ولدت 6 من الاولاد یعنی تولد کرده است. انجبه را خودش تفسیر کرده است، معنا داده است، میگه انجبت ای ولدت یعنی تولد کرده است 6 من الاولاد 6 فرزند. 6 من الاولاد یعنی 6 فرزند یا 6 پسر.
تزوجت بنتي في 20 من عمرها أي منذ 10 سنوات ومنذ ذلك انجبت أي ولدت 6 من الأولاد. یعنی که شوهر کرده از دختر من در 20 سالگیش، یعنی 10 سال پیش، و از همان زمان حامله دار شده است، یعنی تولد کرده است 6 فرزند یا 6 پسر. دقت داده؟ تزوجت فعل ماضی بنتی فاعل تزوجت مضاف مضاف الیه فی 20 من عمرها، اینها جار و مجرور. ای حرف تفسیریه، منذ، این منذ حرف جر هست، از این حساب 10 کسره میخونه. منذ یا مذ هر دو اینها حرف جر هستند. میشود منذ بگیم، میشود نون حذف کنیم بگیم مذ، اونش هم به همین معنا هست. منذ 10 سنوات، منذ حرف جر، 10 اسم مجرور، 10 مضاف، سنوات مضاف الیه و منذ ذالک همچنین جار و مجرور. انجبت فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیره هی برمیگردد به بنتی. ای حرف تفسیر. ولدت، ولدت فعل ماضی باز فاعل ولدت برمیگردد به بنت هی، ولدت هی یعنی به بنت. 6 مفعول به ولدت هست، 6 مفعول به ولدت است. من الاولادی جار و مجرور متعلق به کائنتن صفت 6 هست. دقت دادید؟ جار و مجرور متعلق به کائنتن صفت 6 هست، یعنی که 6 نکره است، من الاولاد صفت می شود برای 6. اما در اینجا یک خلافی هست، یک گفتگوی های هست که از رقم 3 تا 10 را باید بعدش مضاف الیه، یعنی تمیزش بعدش مضاف الیه باید بیاید در محل، یعنی جمع مجرور مذکر باید باشد یا جمع مجرور باید باشد. پس 6 اینجا در تمیزش در کجا است میگویند؟ بعضی میگن اصل کلام این طور است که 6 اولادین من الاولادی، اصلش میگن این طور است، 6 اولادین من الاولادی. پس هم اولادین که حذف شدگی است همون مضاف الیه 6 یا در لغت بگیم یا در معنا دا بگیم تمیزی 6 می شود. دقت دادید؟ اما منصوب نمی شود، مجرور می شود، زیرا که تمیزی از 3 تا 10 جمعی مجرور می آید. بعد از این می گوید تزوج یا فتا ولا تکن عزبا و انت یا فتاتو تزوجی ولا تکونی عزبتن. یعنی ازدواج کن ای جوان و مباش بیزن، عزبا بیزن مباش. و انت یا فتاتو، و تو ای جوان دختر، تزوجی ازدواج کن، شوهر کن، ولا تکونی عزبتن و نباش تو بی شوهر، عزبه نباش، بی شوهر نباش. تزوج یا فتا ولا تکون عزبا، یعنی که ازدواج کن ای زن بگیر ای جوان و نباش بی زن. و انت یا فتاتو تزوجی ولا تکونی عزبتن، و تو ای جوان دختر ازدواج کن یعنی شوهر کن و نباش بی شوهر. تزوجی این فعل امر است یا تزوج این فعل امر است. تزوج فعل امر برای مفرد مذکر، یعنی زن بگید تو، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت. اما تزوجی این هم فعل امر است، فاعلش این یایی که در آخرش میبینید، زیرا که این برای مؤنث است، فاعلش این یایی مخاطبه مؤنثه هست. بعد از این میگوید قف هنا ولا تقف فی الممر ولا تمد رجلك الى طریق الناس لعل احدا يصطدم بها فيقع على الارض فتكون انت السبب في ذلك. میگوید که قف هنا، قف از وقف یقفو فعل امر است، بیست اینجا، قف هنا بیست اینجا، ولا تقف فی الممر و نیست در گذرگاه، در جای گذشتن در گذرگاه، ولا تمد رجلک الى طریق الناس و دراز نکن پایهایت را بر راه مردم، و دراز نکن پایهایت را به راه مردم.
لعل احدا یصطدم بها، شاید کسی بر میخورد به پایهای تو. یصطدم بها یعنی بر میخورد یا پیشپایی میخورد به بها. ها ضمیر برمیگه به رجل. بها یعنی به رجلک. یصطدم بها پیشپایی میخورد به پایهای تو. فیقع علی الارض پس میافتد بر زمین، پس میغلطد بر زمین. فتکون انت سبب فی ذلک، پس می باشی تو سبب در آن. فتکون انت السبب فی ذلک، پس می باشی تو سبب در آن، یعنی در افتیدنش، در افتیدنش تو سبب می باشی. پس قف هنا میگه که قف هنا ولا تقف، فعل مضارع تقف مجزوم شده است بلای ناهیه. ولا تقف نیست، لالای ناهیه است. فی الممری ولا تمد، این تمد 4 وجه خواندنش جایز است. میشه بگوی که ولا تمد، میشه بگوی ولا تمدو، میشه بگوی ولا تمدی. 3 وجه شد. 4م وجهش فک ادغام است. ولا تمدد 4 وجه خواندنی مضاعفی باب نصر ینصرو جایز است. 4 وجه خواندنش میشه بگوی ولا تمد، همشه ترجمهش یک چیز است. ولا تمد ولا تمد ولا تمدی ولا تمدد یعنی دراز نکن. لالای ناهیه است، آخر فعل مضارع را جزم کردگی است. رجلک مفعول به تمد، فاعل تمد انت. ولا تمد یعنی دراز نکن تو، انت در تحتش ضمیر مستتر. رجلک الى طریق الناس. لعل گفتم از اخوات این ناس احدا اسم لعل هست. احدا اسم لعل است، برام خاطر منصوب است. یصطدم بها جمله فعلی در محل رفع خبری لعل هست. یصطدم بها جمله فعلی در محل رفع خبری لعل هست. فیقع علی الارض فتكون انت السبب فی ذلك. فتكون انت اسم تكون در محل رفع، السبب خبری تكون برام خاطر منصوب است. میگوید قف هنا ولا تقف فی الممر ولا تمد رجلك الى طریق الناس لعل احدا یصطدم بها فیقع علی الارض فتكون انت السبب فی ذلك. یعنی بیست اینجا و نیست در گذرگاه و دراز نکن پایهایت را به راه مردم، شاید کسی پیشپایی بخورد به پایهای تو پس بیافتد بر زمین، پس باش تو سبب در آن. بعد از این میگوید انک انقذت حیاتی فلا یسعنی الا ان اشکرک علی ذلک. میگوید انک هر آینه تو انقذت یعنی که نجات دادی من را، رهانیدی من را. انقذت حیاتی رهانیدی حیات من را، یا رهانیدی یا نجات دادی حیات من را. فلا یسعنی الا ان اشکرک علی ذلک، پس نمیتوانم مگر اینکه شکر بگویم برای این، یعنی خب کرده نمیتوانم برای خدمتی کردگیت. فلا یسعنی فلا یمکنونی، پس هیچ امکانیت ندارم، هیچ نمیتوانم الا ان اشکرک، مگر اینکه باید من تو را شکر بگویم، باید من تو را تشکر بگویم. علی ذلک برای همین خدمتت، برای آن یعنی برای همین انقاذت، برای نجات دادن و برای رهانیدنت. میگه انک انقذت حیاتی فلا یسعنی الا ان اشکرک علی ذلک. هر آینه تو نجات دادی حیات من را، پس نمیتوانم مگر اینکه شکر بگویم، تشکر بگویم تو را بر آن. فلا یسعنی لالای نافیه است، لالای نافیه است. یسعو از وسع یسعو گرفتگی است، از وسع یسعو. دقت دادید؟ وسع یسعو این هم فعل مضارع ده واوش حذف شده، اصل یوسعو بود. واو ساکنه در بین یای مفتوحه و بین کسره تقدیری واقع شد، در فعل مضارع حذف شد. اصل این کلمه فلا یوسعو بود، واو داره، زیرا که فعل ماضیش وسعه هست. وسع یسعو. دقت دادید؟ این نون که در آخرش میبینید در جای یسعو نی، این نون نونی وقایه هست، این یا مفعول به است. پس فاعل یسعونی که جدا است، فاعل یسعونی این ان اشکرک
به تعویل مصدر فاعل یسعونی هست. دقت دادید؟ به تعویل مصدر فاعل یسعونی هست. پس میگه فلا یسعونی الا شکرک، اصلش الا شکرک علی ذلک. شکرو مرفوعش میخونیم، به تعویل مصدر مرفوعش میخونیم به خاطر اینکه فاعل یسعو هست. یعنی نمیتوانم من، گنجایش نمیدهد برای من، امکانیت ندارم مگر اینکه تشکر بگویم برای تو، مگر اینکه شکر بگویم تو را علی ذالک، برای این خدمتت، برای آن. بعدش میگه من المعلوم ان الجرائد والمجلات والخطابات تصل الى سکان المدن والارياف بواسطه البرید. من المعلوم یعنی معلوم است، واضح است، روشن است. ان الجرائد، هر آینه گزیت ها، و المجلاتی مجله ها، و الخطاباتی خطاب ها یعنی رساله ها، نامه ها، تصل الى سکان المدنی میرسد به ساکن های شهرها، و الاریافی و به ساکن های دیه ها، بواسطه البریدی، به واسطه پاچته، به واسطه برید، به واسطه پاچته میرسد. من المعلوم ان الجرائد والمجلات والخطابات تصل الى سکان المدن والاریاف بواسطه البرید. یعنی معلوم است، واضح است، هر آینه گزیت ها و مجله ها و نامه ها میرسد به ساکنان شهرها و ساکنان دیه ها به طریق پاشته یا به واسطه پاشته، به واسطه برید. پس من المعلومی ان الجرائد، ان از اخوات این، ان از اخوات این، جرائد اسم ان، و المجلاتی عطف در جای جرائد، و الخطاباتی عطف در جای جرائد. تصلو جمله فعلی در محل رفع خبر ان، این جرائد اسمش بود، تصلو در محل رفع خبر ان نمی شود. تصلو این هم همچنین در اینجا واو حذف شده گه، اصل وصل یوصلو بود، این اصل توصلو بود، واو داشت. در اینجا در میگوییم واو ساکنه واقع شد بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی، یعنی کسره که حقا ما دیده سیمش توصی، ساده بینید کسره دارد، توصلو. پس از این حساب ما واو حذف کرده میگیم تصلو، نمیگیم توصلو، اصل توصلو است. تصلو واو حذف شده است. الى سکان المدن والاریاف بواسطه البریدی. بعد از این میگوید لماذا رد على قولک، میگوید لماذا رد على قولک، یعنی چرا جواب داد سخن تو را. علا به معنای تعدیه است، رد را پس ما با فعل متعدی ترجمه میکنیم. لماذا چرا رد جواب داد على قولک سخن تو را. قولک در محل نصب یا لفظا مجرور محلا منصوب مفعول به رد است. لماذا رد على قولک یعنی چرا جواب داد سخن تو را، چرا جواب داد سخن تو را. بعدش میگوید لم يرد على قولی بكلام طویل بل هز رأسه قائلا طیب طیب. میگوید که لم يرد، اینجا هم 4 وجه خواندن جایز است. لم يرد، لم يردو، لم يردی، لم يردد، چهارمش فک ادغام قطعی، 4 وجه خواندن جایز است. لم يرد یعنی جواب نداد علی قولی، علا با معنای تعدیه ترجمهش نمیکنیم، قولی یعنی سخن من را. لم يرد علی قولی جواب نداد سخن من را. بکلام طویل یعنی به سخنان طولانی، به سخنان دراز. بل میگد بلکی هز رأسه یعنی جنبانید سرش را. هز رأسه یعنی جنبانید سرش را قائلا در حال بودنش گوینده طیبون طیبون یعنی خوب خوب. چخیلی که یک انسان یک گفت گفتن میگیرد سرت می جمانی، پس ان همین طور میگه سرش جمانید یعنی که در حال بودنش میگفت طیبون طیبون، طیب خوب خوب گفته سرش جمانید خلاص، یعنی
سخنان دراز قطعی جواب میگه نداد. لم يرد على قول بكلام طويل بل هز رأسه قائلا طیب طیب، یعنی جواب نداد سخن من را به سخنان طولانی، بلکه تکان داد جنبان سرش را در حال بودنش گوینده طیب طیب. دقت دادید؟ پس قائلا برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه حال است. برای خاطر میگیم هز رأسه قائلا، در حال بودنش، یعنی فاعل از این حال از فاعل هزه هست. هزه هو یعنی جنبانید وی، همون وی قائلا در حال بودنش گوینده طیب طیب. پس طیب طیب رو ما میتونیم اعراب ده بگیم خبر مبتدای محذوف. طیب طیب یعنی خبر مبتدای محذوف، یعنی هذا طیب هذا طیبون اصلش، یعنی این خوب است این خوب است. بعد از این میگوید اننی احب ان ينتشر الاسلام في العالم بأسره ويقبله جميع الناس ويترك سائر الادیان. میگوید که اینی یعنی هر آینه من احب دوست می‌دارم ان ینتشر الاسلام پهن شود اسلام، انتشار پیدا بکند اسلام، فی العالم بأسره یعنی در عالم بکله، بأسره یعنی بکله یعنی در عالم به کلیش، یعنی در همه عالم اسلام انتشار و بگیم پهن شود. و یقبله یعنی قبول بکند همون اسلام را جمیع الناس تمام مردم، و یترکو و ترک بکنند، و یترکو و ترک بکنند مردم سایر الادیان یعنی باقی مانده دین ها را. ادیان جمع دین، یعنی غیر اسلام دیگر دنیا را دیگر دین ها را ترک بکنند. و یترکو سایر الادیان ترک بکنند باقی مانده دین ها را، یعنی اسلام را پیروی بکنند و باقی مانده دین ها را ترک بکنند. اینی احب ان ینتشر الاسلام فی العالم بأسره و یقبله جمیع الناس و یترکو سایر الادیان. هر آینه من دوست می‌دارم پهن شود اسلام در عالم به کلی و قبول بکنن اسلام را تمام مردم و ترک بکنن تمام مردم باقی مانده دین ها را. میگوید که ببینید احب فعل مضارع است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیره انا، دوست می‌دارم من. اما احب فعل متعدی است، مفعول بهش در کجا است؟ مفعول به احب ان ینتشر الاسلام با تعویل مصدر مفعول به احب است، با تعویل مصدر مفعول به احب است. پس میگیم اینی اصل کلام این طور است، اینی احب انتشار الاسلامی. دقت دارید؟ انتشاره مفعول به احب انمو کلمه انتشاره هست. اینی احب ان ینتشره، اکنون ینتشره فعل مضارع منصوب است به ان، زیرا که ان از حرفای ناصبه است. در اول فعل مضارع می‌دراید، آخر فعل مضارع را منصوب میکنه، چطوری که میبینید ان ینتشر الاسلام، اسلام فاعل ینتشره است، فی العالم بأسره در کل عالم، و یقبله این واو عاطفه است، یقبله فعل مضارع معطوف است در جای ینتشره، ینتشره منصوب بود، یقبله هم منصوب می شود. چرا ینتشره منصوب بود؟ برای ان در اولش بود. پس یقبله تصور کنید که در اینجا گویا که کلمه است که و ان یقبله ان هست، زیرا که عطف در جای ینتشره است، برای همین خاطر منصوب است. پس اینم به تعویل مصدر میگردونیم، یعنی که و قبول جمیع الناس اصلش، یعنی این احب قبول الاسلامی جمیع الناس، این طورم تعویل مصدر قطعی بگردونه می شود. قبول الناسی یا قبوله یا قبوله مفعول به برای احبو در محل نصب است. دقت دادید؟ و یقبله این هو مفعول به یقبله، جمیع فاعل یقبله برای خاطر مرفوع است، جمیع الناس مضاف مضاف الیه. و یترکو این هم همچنین عطف است در جای ینتشره.
اما در اینجا علامت منصوب بودنش چی است؟ و یترکو اصل و یترکو نبود، نون داشت، اما در اولش انی ناصب آمد، پس اون نون حذف شد. پس میگیم و یترکو فعل مضارع منصوب به ان و علامت نصبه حذف نون، لانه من الامثله الخمسه، زنه که از امثله خمسه است. و یترکو یعنی فعل مضارع منصوب است، علامت نصبش حذف حرف نون هست. سائرا مفعول به یترکو، این واو که یترکو که است، این واو فاعل یترکو است، جمع مذکر. این الفی که بعد از واو هست، این الف گفته بودیم که نامش الف فارقه هست. سائرا مفعول به مضاف، ادیانی مضاف الیه. بعد از این میگوید الدین الوحید الذی یرضاه الله هو دین الاسلامی، یعنی دین یگانه کی، الدین الوحید الذی یعنی دین یگانه کی یرضاه الله راضی می شود از وی الله سبحانه و تعالی، هو دین الاسلامی وی دین اسلام هست. الدین الوحید الذی یرضاه الله هو دین الاسلامی، یعنی که دین یگانه کی راضی می شود الله سبحانه و تعالی وی دین اسلام هست. پس الدین مبتدا، الوحید صفت دین، صفت یکمش، الذی صفت دوم دین، یرضاه الله جمله فعلی، صله الذی صله موصوله لا محل، هو را میتونیم بگیم خبری الدینو، معذرت میخوام، هو مبتدا، دین الاسلامی دینو خبر، جمله اسمیه خبری الدینو. این طور اعراب هم کنه میشود که هو را بگیم هو ضمیر فصل، هو ضمیر فصل لا محل، دینو خبری الدینو، الدینو یعنی که الدین الوحید الذی یرضاه الله دین الاسلامی، دین یگانه که الله راضی می شود دین اسلام است. دقت دادید؟ پس دینو خبری الدینو هست. این طور اعراب هم کنه می شود. هو را در اینجا ضمیر فصل میگیریم، لا محل می شود ضمیر فصلش بگیریم. بعد از این میگوید الذي جاء به محمد بن عبد الله من عند الله، الذي این با صفتی الدینو هست. دین کدام دین؟ الذي همان دینه که جاء به، جاء گفتیم بعدش به کی آمد به معنی آورد، جاء به یعنی آورده است وی را، آورده است، به برای تعدیه است، ترجمهش نمیکنیم. جاء به آورده است وی را، کی آورد؟ فاعلش محمد بن عبدالله، محمد پسر عبدالله، من عند الله از جانب الله. الذي جاء به محمد بن عبدالله من عند الله، همان دینه که آورده از وی را محمد بن عبدالله از نزد الله تبارک و تعالی. الذي صفت دومی یا صفت بعدی الدینو، جاء به محمد بن عبدالله، یا الذي را می شود مبتدا بگیریم، می شود الذي مبتدا، جاء به من عند الله همانه که آورده از وی را از جانب الله، یا بهترش همون صفتش بگیریم بهتر است، مبتدا دا قدر موافقت نمی کند. الذي جاء به محمد بن عبدالله، پس اینجا دا از نقطه دا ویرگل بمونیم بهتر و خوبتر است، زیرا که دوام همین سخن اولین است. الذي جاء به محمد بن عبدالله من عند الله، یعنی همان دینه که آورده از وی را محمد بن عبدالله از نزد الله تبارک و تعالی. پس محمدو مرفوع است به خاطر اینکه فاعل جاء هست، ابنو صفت محمد است، ابنو صفت محمد است. ابن مضاف، عبدی مضاف الیه، عبد مضاف، اللهی لفظ جلاله مضاف الیه. محمدو وقتی که اسم بعدش اگر ابن بیاید یا بنت بیاید در این صورت، یا ابن بیاید در این صورت تنوین قبول نمیکنه، برای نمیگه محمدون ابنو یا محمدون ابنو نمیگیم. دقت دادید؟ محمد ابنو تنوین قبول نمیکند. بعد از این میگوید قال الله تعالی فی کتابه، یعنی گفته است الله سبحانه و تعالی در کتابش. قال الله تعالی فی کتابه، گفته است الله سبحانه و تعالی در کتابش. ان الدین عند الله الاسلام، هر آینه دین در نزد الله سبحانه و تعالی اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام، به تحقیق دین
در نزد الله سبحانه و تعالی اسلام هست. دینی که الله قبولش میکند این اسلام است و بس. بعد از این میگوید انا غریب هنا ولیس لی من یساعدنی و یمد لی ید العون لیس لی من یمد لی ید العون. میگوید که انا غریب هنا، یعنی من بیگانه هستم اینجا، ولیس لی من یساعدنی، و ندارم من کسی را که یساعدنی کمک کند من را. ولیس لی ندارم من یساعدنی، من یعنی الذی من موصوله، کسی را که یساعدنی کمک کند من را. و یمد لی ید العون، و دراز بکند، یعنی ندارم کسی را که دراز بکند. یمد عطف است در جای یساعدو، یا دراز ندارم من کسی را که دراز بکند برای من دست کمک. لیس لی من یمد لی ید العون، نیست برای من کسی که دراز بکند برایم دست کمک، یا ندارم من کسی را که دراز بکند برایم دست کمک. انا غریب هنا ولیس لی من یساعدنی و یمد لی ید العون لیس لی من یمد لی ید العون، یعنی که من غریب هستم اینجا و نیست و ندارم من کسی را که کمک کند من را، و ندارم من کسی را که ید العونی یعنی دست کمک دراز بکند. یمد لی ید العونی، دراز ندارم من کسی را که دراز کند برای من دست کمک را. لیس لی من یمد لی ید العونی، نیست برای من شخصی که یمد لی ید العونی یعنی دراز بکند برای من دست کمک را. اینجا یک کلمه کم پیچو چی است؟ بهترش و یمد لی ید العونی ای گفته در اینجا ای تفسیریه را بمونیم بهتر و خوبتر می شود. ای که گفتیم به معنای حرف تفسیر است، حرف تفسیر، این طور بمونیم این بهتر و خوبتر هست. یعنی که پس تفسیر همین جمله را کرد، یعنی که و یمد لی ید العونی همین معنای لیس لی من یمد لی ید العونی است. فهمو؟ از این حساب این ای تفسیره در اینجا بمونیم بهتر و خوبتر هست تا اینکه تفسیر شود. یعنی که اگر تفسیرش نکنیم اگر این کلمه گویا دو بار تکرار شده است، کلمه گویا دو بار تکرار شده است. بعد از این میگوید اذا وقع اخوک فی بلیة فمد له ید العون و انقذه منها. میگوید هرگاهی که بافتد واقع شود بافتد برادر تو در مصیبت، پس دراز کن برای وی دست کمک. پس دراز کن، مده فعل امر است، پس دراز بکن برای وی دست کمک و انقذه منها و نجاتش بده و رهایش کن از منها، از همون بلیه، از همون مصیبت، از همون مشکل رهایش بده. ایذای ظرفیه شرطی است، وقع فعل شرط، فمده جوابی شرط. اذا وقع اخوک فی بلیة، هرگاهی که بیفتد برادر تو در مصیبت، پس چکار میکنی؟ فمد له ید العون و انقذه منها، پس دراز کن برای وی دست کمک را و نجات بده وی را از اون مصیبت. بعدش میگوید وقع طفل صغیر علی الارض امامی فجعل یبکی فاقمته و قلت له لا تبکی الست فتن. یعنی که وقع طفل صغیر علی الارض، افتید یا غلطید کودک میده بر زمین، امامی در پیش من، فجعل یبکی پس شروع کرد، جعل از افعال شروع اخوات کاده، پس شروع کرد گریه می کرد یا شروع کرد بگرید، فاقمته پس وی را من خیزاندم، فاقمته پس خیزاندم من وی را، و قلت له و گفتم وی را لا تبکی گریه نکن، الست فتن آیا تو جوان نیستی؟ الست فتن یعنی کودک چطور که میگیم تو دیگر مردک شده ای و مثل همین گپ است. الست فتن آیا تو مردک نیستی؟ آیا تو جوان نیستی؟ میگد وقع طفل صغیر علی الارض امامی فجعل یبکی فاقمته و قلت له لا تبکی الست فتن. افتید کودکی، غلطید کودک میده بر زمین در نزد من، پس شروع کرد بگرید، پس خیزاندم وی را و گفتم وی را گریه نکن،
آیا تو مردک نیستی؟ آیا تو جوان نیستی؟ پس این هست حوار و گفتگوی درس 84. پس در اینجا درس 84 به پایان میرسونم. تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس 85. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.